بسم الله الرحمن الرحیم. طریقه ساختن لوگوی حلقوی. برای از اینکه ما یک لوگوی حلقوی بسازیم چطور میتونیم، چی نیاز است و چی باید بکنیم در فتوشاپ؟ اول میایم یک صفحه رو خلاص میکنیم به مدل خواهی خود. پیکسل ما انتخاب کردیم، ویت یا اما برشه 4000 انتخاب میکنم و درازیش هم 4000. برای از اینکه لوگویم با کیفیت تر بیه رولیزیشن 300 و اینم سیمبایکی انتخاب میکنم رنگ، به خاطر از اینکه چاپ میکنم در پایان. یعنی این صفحه رو که جور کردیم فرق نمیکنه. این صفحه رو که جور کردیم یک این تو صفحه جور شد برای ما. شما برای از اینکه ما لوگو بسازیم اولین چیزی که لازم است الیپس شیفت میگیرم یک هم تو دایره کلان رسم میکنم. میمانیم که دایره رنگ میگیره و وقتی رنگ کنترل تی میکنیم بازم یه خاصی میتونیم دایره رو کلانتر بسازیم و ما بین میارم. اینا ما چیکار میکنیم؟ من میتونم از این دایره یک چند دایره دیگه کافی بدیم. مثلا یک دایره دیگه کافی گرفتیم تو دایره رو کوتاه میسازم و این دایره کلان که هست رنگش تغییر میدیم به خاطر از اینکه دیگه دایره معلوم شود. مثلا رنگ زیر سفید نمیتونیم یک رنگ دیگه میتونیم یعنی دیگه دایره رنگ گرفت مثلا رنگ گهش دیگه باز خودتر میکنم که در مابین باشه. یک دانه کافی دیگه باز از این میگیرم دیگه کلانتر میسازم. همین دایره چینی میشه دیگه میتونم در مابین بیارم و کلیر شه و رنگ زیرم هم میتونم عوض بکنم یا اصلا رنگ میتونم رنگش از قسمت دیگر میکنم و استریک میتونم داشت که استریک ما معلوم شد این قدر استریک گرفته. نه؟ در از ما وقتی کار انجام دادیم این اگه دایره کلان هم میایم رنگش چی میکنم؟ هم میکنم به خاطر از اینکه نمیخوام رنگ داشته باشه چون استروک میخوام داشته باشه یا بر اساس ما استروک ساختن نه میکنم دایره سه تا دایره شد. این اگه ما بخوایم دایره مابینی روش نوشته انجام بدیم باز استروک از این محتویات رنگ از این باید که کمی کمتر بکنیم همین انجام بدیم میشه. باز ما میایم اینجا روی نوشتن از تکست میبینیم که اینجا کسر عوض میشه و اینجا رو برش کلیک میکنیم و انجام میشه. این هم عکس که بخوایم نوشته کنم میتونم با زیر خود نوشته کنم و انجام بدم. مثلا هر نوشته فارسی و چه فرق داره نمیکنم. مثلا ما بخوایم فارسی نوشته کنیم یا پشتو نوشته کنیم یا انگلیسی بمانم دیگه او کار ماست. مثلا اینجا نوشته کنیم کندهار کیبورد عوض بکنم کندهار افغانستان. یعنی کندهار افغانستان ما یک لوگو ایجاد میکنیم به این لوگو اسم نوشته کنیم. مثلا یک قسمت هست بازم اگه ما به این استروک زیر یک ذره کمتر دیگه هم بکنیم بهتر خواهد بود به خاطر از این جهات هست معلوم میشه و باید طوری باشه که حتی معلوم میشه. و از این لوگو باز یک کاپی دیگه میگیریم. یک کاپی دیگه اگر ما کنترل جی با واسطه یک کاپی دیگه بگیریم و کلانتر بسازیم نمیخوام فکر کاپی گرفته نشد کنترل جی حالا کاپی گرفته شد این رو زیر من کلانتر بسازیم. یعنی مابینی که هست یعنی اولی کلانتر میسازیم برای از اینکه مابینی نوشته ها بین این دو تا بیاید اینجا میایم باز برنگ زیر از میتونم بند بکنم و دیگه کپی رو بدیم که معلوم بشه. حالا ما این در یک قسمت ما میتونیم در این رنگی که باقی مانده در اینجا لوگو عکس و چیزی که مورد نظر ماست او رو به او جابجا کنیم. مثلا این لوگو یا نماد فرض میکنیم میاریم یه تو با زیر کنترل راست میکنیم که ماس میکنیم ببین یه همون نماد داخلی یا مرگ عکس هست yes و اینی yes لوگوز لوگو انجام شد. این ما مثلا لوگو جو کنیم و این لوگو هست
ما بخوایم لوگو رو باز شکل دیگه چیز اضافه کنیم مانند این شکل. این شکل مناسب نیست، از اینجا ما شکل دیگه باید انتخاب بکنیم که او انیمال میمانیم فلوورت میایم و فلوور دیگه کنم از این فلوور اضافه میکنم و فلوور از قسمت رنگ میتون هر رنگی که بخوایم آداده میکنیم از اینجا رنگ انتخاب میکنیم مثلا رنگ سرخ باشه یا بنفشه‌ای باشه هر رنگ خواسته باشه به اضافه میکنیم یعنی میرم بازی فلوور رو مثلا نماد چیز نیست یک نماد حساب میکنیم به میره میره نگاه میتونیم بکنیم جابجا میکنیم نماد قضیه هست بسیار به صورت شکل ساده ما میتونیم یک لوگو جور بکنیم ببینیم یک کنیم باز همه چون معلوم میشه دیگه باز استروک سپیس استروک اینی باید کم شود کمیست ببینیم این لوگو جور شد و لوگو رو بشه بدون شکل باید سیو کنیم باز شکل PNG میایم به اکسپورت اینجا میبینیم PNG هست اکسپورت کلیک میکنیم بعدش نامش رو مثلا نوشته میکنیم لوگو باز هر جایی که خواستم میبریم چی میشه ذخیره یعنی بود درس لوگو باز خوانده سایر تکرار میکنم و یاد